خداوند اگر نگاه به نیت تو کرد که از تجارت چه قصدی دارید، نان خود و حلال خود و زن و بچت بدی که دستت پیش کسی دراز نباشه، گوشت صورتت و آبروت نریزه، این عبادته. دیگه نگاه به دل دومت میکنه، چون انسان چند تا نیت داره. از یک تجارت انسان میتونه چند نیت خیر داشته باشه. این که خودش بیکار نباشه، این که درآمد حلال کسب کنه که خودش درآمد حلال و تلاش حلال برای کسب مال حلال خودش یک عبادته. این که لقمه‌ای تو دهن زن و بچهش بگذاره که دوباره خودش عبادته. این که با همین مال حلال بچهش بفرسته دانشگاه، بفرسته مدرسه دینی که دوباره خودش یک نعمته. تا اینجا نیتهایش همه از کار کردن حلال و تجارت خانواده خودشه. اما نیت بعدی که بازم میتونه از یک کار انسان چند نیت خیر داشته باشه، اینی که اگر خدا تو این لنج بهش خیلی داد، برکتی داد، رزق و روزی داد و از حد خودش و خانوادهش اضافه بود، مسجد لازم داره مسجد آباد بکنه، مدرسه دینی لازم داره مدرسه دینی آباد بکنه، یتیمی در جامعه هست که کسی حمایت کننده نداره و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، و من با کسی که یک یتیم رو در دنیا کفالت بکنه، اون یتیم بی پدر و مادر را چون فرزند خودش به فرزندانش اضافه بکنه و حمایتش بکنه تا به خانه منزل برساند و رو ایمان و اخلاق و تقوا و علم و دانش و ادبش کار بکند. میگه من با کفالت کننده یتیم مثل این دوتا انگشتم در بهشت با هم هستیم. یک یتیم میتونه تو رو به بهشت ببره، نه اون لنجت که خیرش نمی کنی. یک یتیمی که دمپایی نداره، لباس درست حسابی نداره، از کنارش رد میشی، اعتنایی بهش نمی کنی. پیامبر گفته کافیه که دستی به سر همین بکشی، از تجارتت و لنجت یک یتیم و زیر پوشش بگیری. گفته کافیه که این همین بچه یتیم بی پدر و بی کس و محروم تو رو بیاره تو بهش کنار من بگذاره، مثل این دو تا انگشتا که نزدیک همه. چرا بی تفاوت میگذاریم؟ یه لنج به دو تا لنج، دو تا لنج به سه تا لنج. کجا میخوای بری؟ به قرار شده ما لنجامون توسعه بدیم یا ایمانمون توسعه بدیم؟ لنجی که به درد ایمانمون نخوره، لنجی که به درد اسلاممون نخوره، لنجی و تجارتی و مغازی و ماشینی که به درد جامعه ما نخوره، مالی که به درد آینده مسلمین نخوره، برای تقویت ایمان و رشد ایمان و علم و دانش به درد جامعه نخوره. توسعه این لنج ها غیر از این که رو تابه بیستی، دمپایم از پا در آوردن، روز قیامت تابه داغ زیر پاد میگذارن. میگه حالا پول جاشو درست دادی، حساب جاشو اینجا باید بکشی، اینجا که کسی نیست که تو رو محاسبه بکنه، ماشین حساب دست خودته. اون کسی که خدا حامیشه به تو لنج داده، روزی اونها تو لنج تو گذشته، یعنی خداوند به تو احترام قائل شده. گفته من این لنج بهت میدم که 10 تا خانواده نون بدید، نونشون تو لنج تو میذارم، ولی اگر ندادیشون نون خودت هم میبرم. خداوند گفته بده تا بدم، 1,700 تومن میدم، بده تا بدم. نترسید، دریای خدا پره، باید به جامعه پرداخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده خواهش بکنه تاجر از فقیر تا یه چتری بهش بده رو سرش بزنید آفتاب. شاید حافظ بگه همچی حدیث از کجا آوردی تو کدوم حدیثی پیغمبر امر کرده صلی الله علیه وسلم که تاجر بره خواهش از فقیر بکنه در خانه فقیر، بگه یه چتری به من بده تا رو سرم بزنم که آفتاب خیلی سوزانه، خیلی هوا گرمه؟ میتونه حدیث بیارید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تاجر روز قیامت زیر سایه صدقه شرکت میکنه. تاجر مسلمان روز قیامت زیر سایه صدقهش در دنیا حرکت میکنه. صدقه باید کی بگیره تا چتر بدن به تاجر؟ صدقه هم به تاجر میده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند صدقه بدید
که آبروی برادر فقیرت و ضعیفت حفظ بشه، نیاد در خور دستش دراز بکنه آبروش بره. خودت برو بپرس ازش. صدقه بدید قبل از اینکه روزی برسه. مال دست میگیری در خانه فقیر میزنی، در باز میکنه، سلام علیک میکنی، جوابت میده، بعد میگی برادرم برات خیر آوردم، صدقه آوردم. برادر فقیر برمیگرده میگه اگه دیروز آورده بودی من نیاز داشتم، امروز خدا نیاز منو برطرف کرده، مال خودت باشه. خدا اون روز نیاره که تاجر مالش رو دستش باشه در خانه فقیر بگرده، فقیر نباشه ازش تحویل بگیره، یه چتر رو سرش بزنن روز قیامت. مسجد میخوان کار بکنن، هی وسوسه میشه، نه اول خونم درست بکنم، بعد اگه تهش چیزی موند، چون خانم گفته که باید خونه من سنگ فلانی باشه، آشپزخانه کابینتش فلانی باشه، اینطور باشه اینطور باشه، اگه چیزی تهش موند یک 50 پاکت سیمانم به مسجد میدم، اگه چیزی تهش موند و بعد از اینکه خانم رو راضی کردم. تا وقتی خانم راضی میشه که ستون مسجدم کامل شده. یک مسیح تو یک محله کار میکردن، من بهشون گفتم حتی اگه پیرزنی 500 تا 1 تومانی آورد، 200 تومن آورد، ازش تحویل بگیرید، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده رب درهم خیر من 1000 درهم. بعضی موقع 1 درهم ها بهتر از 1000 درهم هست. با نیته، با چه نیتی انسان 1000 درهم میدهد و اون پیرزال با چه نیتی 2 درهم میدهد. یکی از دوستان تعریف میکرد که فلانی 500,000 تومان داد، فلانی 700,000 تومان داد، فلانی 100,000 تومان داد. دیدم که یک پیرزنی که بچه های خوردن داشت، بیوه بود، رد میشد، گفت مسجد کار نکره؟ گفتم بله مسجد کار نکرن. تو مسجد اعلام کردید که مردم پول بیارن؟ بله اعلام کردیم. میگه اگه منم یه پولی بدم تحویل میگیری؟ بخودی بچه ها صغیرن و سرپرست هم نیست و میگه دست کرد هم گوشه دستمالش باز کرد، 2000 تومان تو گوشه دستمال بود. گفت 2000 تومان هم تحویل میگیری؟ دستت هم میبوسی. 2000 تومان هم تحویل میگیری؟ اصلا خداوند 1 تومان هم تحویل میگیره کار خیر. خدا نگاه به نیت میکنه.